سلام، من نرگس گودرزی هستم. 18 سالمه و در حال حاضر کارآموز صدرا هستم. دانشجو هم به تازگی وارد دانشگاه شدم و نحوه آشنایی من با صدرا به این صورت بود که بعد از اتمام طول دوره تحصیلم در مدرسه تصمیم گرفتم که به یاد گرفتن مهارت شبکه در اصل بپردازم و با مؤسسه صدرا از طریق پیجشون آشنا شدم. یه دونه از ریلزهاشون رو داخل اینستاگرام دیدم و تصمیم گرفتم که مراجعه کنم. بعد از اون یک استعدادیابی انجام شد برای اینکه مسیر کاستومایز شده‌ای برای من تعیین بشه که در حد توانایی‌ها و استعدادهای من باشه. مسیری که برای خودم در 5 سال آینده تعیین کردم یک بخشش قطعاً آکادمیک هستش و میخوام به تحصیلات دانشگاهی بپردازم. تبدیل شدم به یه متخصص امنیت پیش برم و پیشنهادی که برای بچه‌ها دارم، مخصوصاً اونایی که توی رنج سنی نوجوانان هستن، این هستش که در اصل هدفشون رو مشخص بکنن و مسیری که میخوان طی کنن در آینده رو دربارش تحقیق کنن، علایقشون رو بشناسن، به کسب یک مهارتی بپردازن که بتونن باهاش کسب درآمد کنن.